من بعد برم دای آرشگاه صورتم رو صاف کنم، رژ لب بزنم، بعد بزنم تو موهام پوماد کرم بزنم، دستامو لاک صورتم رو صاف کنم. 1-2 سال وقت بگو. من بعد برم بند بزنم تو موهام، لاک بزنم، پاهامو خوشگل کنم، لاک پاهات که بزنم. خوشگل هست دایی. نه میخوام لاک بزنم. لاک بزن. چرا لاکات پاک کردی؟ آخه خودشون پاک میخواد ناخون میشن. بکاری برای تولدت بالاخره این مهمه. ناخون مصنوعی میزنم. خب همین کارا دیگه. پس حسابی فردا صبح کار داری. آره بعد برم حمام. با خب بعد بری حمام اینا همه که رفتی آرایشگاه پاک نمیشه. اول میرم حمام، بعدش مامان خوش میکنه.